من انگلیسی رو میدانم اما وقتی که خارجیون گپ میزنن نطق اونها رو نمیفهمم. برای چی؟ در اینجا دو سبب است. یکم است که شما کم گوش میکنید و به طرز درست تلفظ اونها اهمیت نمیدهید. دوم است که صاحب زبانان در نطق خود ابارهای فعلی خیلی زیاد استفاده میبرند و شما ابارهای فعلی کم میدونید. ممکن شما پرسید که فразаи فعلی چیست؟ فразаи فعلی عبارت از یک فعل پیشویان یا یک ظرف عبارت است که هنگام یکجا شدن تماما یک معنای نو میدهند. و با هر یک فразаи فعلی همچون کلمه الهیده سینونیم خود را دارد. مثلا کلمه look for، فразаи look for سینونیمش search یعنی گفتن. خلاصه خواهد نخواهد آنها این فразه های فعلی را در گفتگو استفاده میبرند. برای همین ما آنها را دیده میبریم. سعی میکنیم دوستان از اباره end up در زبان انگلیسی دوستان رفته رسیدن یا اینکه یگان حالتی به نقشه نگرفته شده رو میفهمونن و در زبان توجیکی اون رو ما عادتا در آخر میگوییم. در آخر یگان کار میشه، در آخر این خیلی میشه یا اینکه دیگر کرد. مثلا that book was not written good and it ended up in a trash. اون کتاب اونقدر خوب نبود و در آخر اون رو با پرتوگاه پرتافتن. If you won't stop you will end up in a jail. اگر تو بس نکنی عاقبت تو رو به حبس میبرند. You will end up killing the rest of them. You'll end up killing the rest of them. در آخر تو دیگرانشون رو نیز میکشی. You'll end up killing the rest of them. و مثال آخرون برای شما. If you watch this video till the end, you will end up learning 6 new phrasal verbs. اگر شما این درس رو تا آخر تماشا کنید در آخر شما 6 فرازای نو میآموزید. اباره دیگر این get through میباشد، یعنی از دشواری ها گذشتن، مشکلی ها رو پس سر کردن و سینونیم کلمه get through in to overcome یعنی رفع و برطرف کردن مشکلی ها است. ممکن مثالش هم میگیم. مثلا در یکی از سرودهای دیوید گیتا و سیا با نام Let's Love چنین مثال آمده است. We'll get through it all together. یعنی دستم رو گیر ما از تمام مشکلی ها یک جای خواهیم گذشت. We are careful. Now we'll get through winter. We're careful, now we'll get through winter. We are careful. Now we'll get through winter. We're careful, now we'll get through winter. یعنی ما احتیاط کردیم اکنون باشد زمستان رو پس سر میکنیم. زمستان در اینجا همچون مشکلی یعنی خنکی مشکلی زمستان رو پس سر میکنیم. فразаи навбатӣ мо drop by همچون خبر گرفتن، ناگهان خبر گرفتن ترجمه می شود. اگر با یک کلمه گوییم to visit. مثلا I will drop by on my way home if I have time. اگر وقتم باشد وقتی خانه رفتن یک خبرت میگیرم. مثال دیگر رو در سرودی You can just drop by Arlo Gasser دیده میبریم. If you would just drive by, I can be there if I try. اگر یگان وقت به نزدم آیی، اگر یگان وقت این کار را کرده تانی من حتما برایت حاضر میشوم. I was in the neighborhood, thought I would drop by. I was in the neighborhood, thought I'd drop by. من در همسایگی بودم فکر کردم که یک بار خبر گیرم. I was in the neighborhood, thought I'd drop by. اوکی، اباره نوبتی دوستان این figure out است. figure out ترجمه میشود همچون درک کردن، فهمیدن و حل کردن یگان مشکلی و سینونیم این کلمه این to resolve است. to resolve حل کردن یگان مشکلی، اون مشکلی رو فهمیدن است. مثال از فیلم بتمن و جوکر. وقتی که جوکر همه پولهای مافیاها رو جمع آورده آنها رو میسوزاند، بعد از اون بتمن فکر میکند و با دوست خود میگوید که We just need to figure out what he's after. We just need to figure out what he's after. We just need to figure out what he's after. ما باید تنها فهمیم، ما باید خبردار شویم، ما باید یابیم که او چی میخواهد. We just need to figure out what he's after. این که مثال دیگر که آنها در یک خانه کم شدند و یکی از خانمان با دیگر میگوید که Yes, unless they figure out how to open doors. Yes, unless they figure out how to open the door. Yes, unless they figure out how to open doors. بله، تا آن زمانی که آنها چگونه گشودن در را میفهمند، یعنی اون را حل کرده مییابند که در را چگونه گشویند. اباره دیگری ما این run out است. نه یگان خیلی با بیرون دویده برآمدن نه. run out به معنای به اتمام رسیدن، تمام شدن و یا اینکه با کلمه الهیده گفته گیریم اگر to expire to finish. مثلا شما در خانه نشستگی هستید و مادرتون به نزد شما اومده یک دست سامانه را میتید میگوید we are running out of salt, go and buy some. نمکمون تمام شده است، رفته نمک خریده بیا. مثال دیگر از فیلمی به همه مشهور The Lord of the Rings властелин колец. Have you run out of those nice shiny daggers? Have you run out of those shiny daggers? Have
Have you run out of those nice shiny daggers? Have you run out of those shiny daggers? یعنی انامون خنجرهای مدورخشیدگیت تمام شد؟ یا اینکه مثال دیگر رو از سرودی cheap trick never run out of love دیده میبریم. I will never run out of love for you. I will never run out of love for you. یعنی عشق من نسبت تو هیچگاه تمام نمیشد. یعنی عشق من نسبت تو به آخر سوفتنی. ибораи дигар бошад count on. Count on ба чизе такя кардан ё ки умедвор будан. агар бо як калима гӯем rely. Don't worry, you can always count on me. парвон накун. ту метавонӣ ҳама вақт ба ман такя кунӣ. мисоли дигарро дар суруди Bruno Mars you can count on me мебинед. I will be there and I know when I need it. ту метавонӣ ба ман такя кунӣ ба мисли 1 2 3 ман ба он ҷо ҳозир мешавам ва медонам кай ҳозир шавам. ва мисоли дигар дар филми Interstellar. I don't count on anything anymore except the hope that you will return. I don't count on anything anymore except the hope that you will return. I don't count on anything anymore except the hope that you will return. ман дигар ба ҳеҷ чиз умед намекунам, танҳо ба умеди баргаштани ту ҳастам. албатта дӯстон, ин 6 ибора бораи фаҳмидан ва гап задан дар забони англисӣ кифоя нест, лекин ин 10 ибораи феълӣ бо for ба шумо кӯмак мекунад ки хориҷиёнро беҳтару хубтар фаҳмед. ва агар хоҳед ки лавозимоти ошхонаро омӯзед, баъд дарси мазкур мегузарем.